بونجور les amis, j'espère que vous allez bien. سلام دوستای عزیز، امیدوارم که حال شما خوب باشه. امروز چند تا اصطلاح بسیار پرکاربرد بر زبان فرانسوی، انگلیسی و فارسی را با هم دیگه مرور میکنیم. امیدوارم تا آخر ویدیو با ما بمانید. اگر تا هنوز کانال را لایک و سابسکرایب نکرده، لطفا لایک و سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی را از دست ندهید. دوستای عزیز، میتونین که اصطلاحات را یادداشت کنین و یا تکرار کنین تا بتونین راحت یاد بگیرین. شروع میکنیم. تو مامانک، تو مامانک. انگلیسیش میشه I miss you. I miss you. فارسیش میشه دلتنگت شدم یا پشت دیخ شدم، تو را یاد کردم. تو مامانک، تو مامانک یعنی دلتنگت شدم، پشت دیخ شدم. I miss you. I miss you. اصطلاح بعدی جو تم، جو تم. انگلیسیش میشه I love you. I love you. در فارسی میشه دوستت دارم، دوستت دارم. جو تم، I love you، دوستت دارم. جمله بعدی je suis désolé. je suis désolé. دوست عزیز، یک او که داخل قوس است، او برای حالت مؤنث استفاده میشه. اگر اوی داخل قوس نگذاریم برای حالت مذکر استفاده میشه. je suis désolé. انگلیسیش میشه I'm sorry. I'm sorry. فارسیش میشه متاسفم. جمله بعدی qu'est-ce que tu fais. qu'est-ce que tu fais. انگلیسیش میشه what are you doing. what are you doing. و فارسی میشه چی کار میکنی، در حال چی کار هستی، چی انجام میدهی. اصطلاح بعدی comment vas-tu. comment vas-tu. انگلیسیش میشه how are you. how are you. در فارسی میشه حالت چطوره، در چه حال هستی. جمله بعدی ça va bien. ça va bien. و انگلیسی میشه I'm fine. I'm fine. فارسیش میشه خوبم. خوبم، حالم خوب است. جمله بعدی او ای تو. او ای تو. او ای تو. انگلیسیش میشه where are you. where are you. و فارسی میشه کجاستی. کجاستی.